خواست ای هورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد. همچنین دوست ندارم که به حقوق ناتوان به سبب کارهای توانا آسیب برسد. دار آن چرا که درست است، من آن را دوست دارم. من بد خشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا برمی‌انگیزاند، آن را فرو می‌نشانم. من سخت بر هوس خود فرمان روا هستم. سلام و درود به شما دوستان عزیز، به چنل کتیب خوش اومدید. داریوش بزرگ سومین شاهنشاه هخامنشی وقتی به قدرت رسید که اوضاع امپراتوری هخامنشی اصلاً خوب نبود و با مرگ ناگهانی کمبوجیه و شورش ایالت‌ها شرایط خطرناکی پیش اومده بود. ولی داریوش بزرگ مرد روزهای سخت بود و موفق شد از پس تمام چالش‌ها و مشکلات پیش روی خودش بر بیاد و یه سر و سامونی به اوضاع امپراتوری بده و با انجام اصلاحات مختلفی که قبلا در موردشون حرف زده بودیم و لینکشو من این پایین براتون میذارم، قدرت دولت هخامنشی رو چند برابر کرد. اما با وجود تمام این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها هنوز یه مشکل دیگه وجود داشت، اونم حملات قبایل سکایی به مرزهای امپراتوری هخامنشی در قفقاز و نواحی شمال غربی ایران بود که حکم یه سردرد مزاحمو برای دولت هخامنشی داشتن و داریوش بزرگ برای نبرد با سکاها با سپاهی عظیم از جنگجویان ایرانی به سمت اروپا و سرزمینی که سکاها ازش اومده بودن حرکت کرد و این لشکرکشی تبدیل به یکی از سخت‌ترین نبردهای داریوش بزرگ در طول زندگیش شد. اگه به تازگی با چنل ما آشنا شدید و به داستانهای تاریخی هم علاقه‌مند هستید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و به جمع همراهان ما ملحق بشید و در ادامه داستان این قسمت با ما همراه باشید. زمانی که داریوش به همراه سپاهیان هخامنشی مشغول سرکوب شورش‌های داخلی بود، در این زمان قبایل سکایی که در نواحی شمالی دریای خزر زندگی می‌کردند، با شنیدن خبر ضعف شاهنشاهی هخامنشی و درگیری‌های داخلی اون از فرصت استفاده کردند و به مرزهای شمالی امپراتوری در قفقاز حمله کردند و تا ایالت ماد شهرها و روستاهای زیادی رو غارت کردند و بعد از مدتی به وطن خودشون برگشتن، در حالی که سرزمین‌های سوخته و ویران شده پشت سرشون باقی گذاشتن. داریوش که در این زمان در شهر بابل بود، بعد از سرکوب شورش این شهر اوضاع شاهنشاهی رو تثبیت کرد و دستور داد که برای تنبیه سکاها سپاه بزرگی از سرتاسر قلمرو شاهنشاهی جمع بشه تا برای نبرد با سکاها به سمت شمال حرکت کنند. اردوان برادر داریوش درباره انجام چنین عملیات بزرگ و خطرناکی به شاهنشاه هخامنشی هشدار داد که نبرد با سکاها کار سختیه، چون اونها یه قوم کوچنشین و جنگاورن و سرزمین یا منطقه خاصی محل زندگی اصلیشون نیست تا سپاه هخامنشی بره اونجا رو بگیره و کارو تموم کنه و به خاطر همین ویژگی خانه به دوش بودن سکاها جنگیدن باهاشون کار مشکلیه و اردوان به داریوش بزرگ توصیه کرد که از این حمله صرف نظر کنه. اما داریوش این پیشنهاد رو قبول نکرد، چون میدونست اگه با سکاها مبارزه نکنه اونا دوباره فرصت پیدا میکنن که برگردن و شهرهای مرزی رو غارت کنن و خلاصه باعث دردسر بشن. داریوش برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره سکاها به دست بیاره، اول یه گروه از جاسوس‌های خودشو فرستاد به قلمروی اونا. سکاها در یه منطقه بزرگ یعنی استپ‌های روسیه و اوکراین و در کل مناطق شمالی دریای خزر زندگی می‌کردند و جاسوسان داریوش متوجه شدند که بیشتر قبایل سکاهی در دشت‌های سمت اوکراین مستقر شدند. داریوش بعد از به دست آوردن دانش کافی درباره‌شون با یه سپاه بزرگ که هرودوت تعداد اونها را حدود 700,000 نفر نوشته، ولی این عدد قطعاً درست نیست و ما میتونیم تخمین بزنیم که حدوداً 70 تا 80,000 نفر تعداد نیروهای هخامنشی بودند.
سپاه هخامنشی از آسیای صغیر به سمت اروپا حرکت کرد و با ساختن پلی که مهندسان نظامی روی تنگه بوسفور ساختن، سپاه هخامنشی وارد اروپا شد و از منطقه تراکیه در شبه جزیره بالکان به سمت دشت‌های اوکراین به راه افتادند. به محض ورود به تراکیه قبایل زیادی بدون درگیری تسلیم نیروهای هخامنشی شدند. بعد از فتح تسالی و قسمت‌هایی از شبه جزیره بالکان، سپاه هخامنشی از رود دانوب عبور کرد و هرچی بیشتر نزدیک منطقه سکاها شد. ایدانتیرس فرمانروای سکاها وقتی خبر حمله هخامنشیان رو شنید، تلاش کرد تا یه اتحاد بزرگ از قبایل شمالی تشکیل بده و به کمک اونها به جنگ با سپاه داریوش بره. اما شورایی که از رهبران قبایل تشکیل شده بود پیشنهاد اتحاد با سکاها رو رد کرد و دلیلشون هم این بود که پارسیان و نیروهای هخامنشی به خاطر حملات سکاها به قلمروی خودشون به اینجا لشکر کشیدن و مقصر این جنگ خود سکاها هستن. حالا ما چرا الکی خودمون رو وارد جنگی بکنیم که اصلاً به همون هیچ ربطی نداره؟ اینطوری شد که نقشه سکاها جواب نداد و سکاها که میدونستن در یک نبرد مستقیم توان رویارویی با ارتش هخامنشی رو ندارن، مجبور به عقب نشینی شدن و داریوش با سپاه خودش اونها رو سایه به سایه تعقیب میکرد و سکاها از جنگیدن با نیروهای هخامنشی امتناع میکردن و فقط هر چند وقت یک بار یه سری درگیری های مختصر بین سواران سکایی با قوای پیشقراول هخامنشی رخ میداد که تقریبا بی نتیجه بودن، چون سکاها وقتی میدیدن سپاه اصلی داره به طرفشون میاد سریع عقب نشینی میکردن. خلاصه این تعقیب و گریز چند ماه طول کشید و نتیجه مشخصی نداشت. داریوش دنبال این بود که سکاها رو در یک نبرد بزرگ و تعیین کننده شکست بده تا کار رو تموم کنه و برگرده، اما سکاها با فرار کردنشون این فرصت رو بهش نمیدادن و داریوش پیکی رو برای ایدانتیرس پادشاه سکاها فرستاد و در نامه ازش خواست که یا تسلیم بشه یا اینکه به جای فرار کردن با سپاهش با اون رو در رو بشه. پادشاه سکاها در جواب نامه گفت که دلیل عقب نشینی و فرار ما اینه که در مملکت ما نه شهری هست و نه زمین‌های کشاورزی، بنابراین چون ترسی از غارت و خرابی نداریم عجله هم به جنگ کردن نداریم. در نهایت به خاطر طولانی شدن جنگ و چون در استپ‌های وسیع روسیه شهر یا تمدن بزرگی در اون زمان وجود نداشت، در نتیجه آذوقه و مواد غذایی کمی برای استفاده باقی مونده بود و بالاخره بعد از یه عملیات نظامی طولانی داریوش به سپاه هخامنشی دستور بازگشت داد و از همون راهی که اومده بودن دوباره به قلمروی امپراتوری برگشتن. این کمپین بزرگ که داریوش برای مبارزه با سکاها به راه انداخت، اون نتیجه دلخواهی که داریوش بزرگ میخواست رو به دست نیاورد، ولی با این وجود تأثیرش این بود که باعث ترس سکاها از قدرت امپراتوری هخامنشی شد، چون تا حالا برای اونها پیش نیومده بود که به یه جای حمله کنن و بعدش با یه سپاه بزرگ از نیروهای دشمن مواجه بشن که برای یه مدت طولانی میفته دنبالشون تا نابودشون کنه. به خاطر همین از این زمان به بعد تا پایان دوره حکومت هخامنشیان سکاها هرگز جرأت نزدیک شدن به مرزهای ایران رو پیدا نکردند و جالبه بدونید که این لشکرکشی بزرگ داریوش به اروپا اولین بار در تاریخ جهان بود که یه سپاه بزرگ از آسیا وارد بخشی بزرگی از اروپا میشه و اونجا رو دور میزنه. منبع من برای بررسی این داستان تاریخی جلد 1 کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا بود، ولی از اینا که بگذریم میخوام از شما سوال کنم که به نظرتون این حمله داریوش بزرگ یه شکست بود چون نتونست سکاها رو در جنگ نابودشون کنه، یا اینکه یه پیروزی بود چون باعث شد
اونا دیگه جرأت نکنن به قلمروی هخامنشیان حمله کنن. حتما توی کامنت ها به همون بگید در مورد این سوال. از شما دوستان عزیز که داستان این قسمت رو تماشا کردید تشکر میکنم و امیدوارم که از ماجرای این قسمت لذت برده باشید. لطفاً برای حمایت از کانال ما لایک کردن ویدیو یادتون نره، اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا هر موقع قسمت جدیدی رو آپلود کردیم اونو از دستش ندید. تا دیدار بعدی، بدرود.